کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که لغزش ترما در روی روشن بر تانک حرکت نقلیات را در این راه به مشکل روبرو ساخته است. چنانچه ششم ینور سال 2022 در کیلومتر 92 روی ماشینگرد روشن بر تانک که از قلمرو دهه سونوف عبور میکند برف شدید و بعدا گرم شدن هوا سبب سرازیر شدن ترما گردید. این حادثه روی نقلیات را بست. برای برطرف نمودن پیامدهای این آفت کارمندان وزارت نقلیات با جلب تکنیک برفروب دست به کار شدند. در این زمان کارهای تازه‌کنی راه ادامه دارد. راه موقتا بسته است. یادآور می‌شویم که تقریبا در همه راه‌های کوهی کشور خطر لغزش ترما باقی مانده است. در این رابطه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده بار دیگر از اهالی خواست که از حد اکثر احتیاط کار بگیرند و رانندگان هنگام حرکت در راه‌های کوهی و نزد کوهی قاعده‌های حرکت راه را رعایت کرده هرگز صورت را بالا نبرند و فاصله بین ماشین‌ها را نیز رعایت نمایند.